فکر کنم با آقای اسود اسدی باید شروع کنیم دیگه. خوش آمدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان. سلام. خیلی خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. چی شد؟ در عید فطر چیز تبریک می‌کنم. چی خندید؟ علی جون سلام. عرض ادب، مخلصم شنگ جان. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت مردم عزیزمون. عید سعید فطر رو تبریک میگم و همه خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. امیدوارم براتون خوبه. ان شاء الله. علی نکن، من نمیتونم اجرا کنم، تو میخندی انقدر. اصلا تنها کسی که گل زده به تیم ملی ایران آفساید اعلام شده با یه گل ملی. چرا بعد از گل به خودی شما خوشحالی کردین و دویدین و دومی که شما گفتین نه شما گفتین که گل آفساید اعلام شد، من گل به خودی آفساید اعلام میشه. نه گل به خودی چه قبلش آفساید بلند کرده بود. آها، قبلش آفساید بلند کرده. گفتم یه خود امتحان کنیم ببینیم آبزاده آماده است یا آماده نیست.